سلام. امروز میخوام در مورد بچه‌هایی صحبت بکنم که از خلوت و تنهایی خودشون خیلی لذت میبرن. توی کار انفرادی فوق‌العاده هستن، شنونده‌های خیلی خوبی هستن و عاشق تجزیه و تحلیلن. این بچه‌ها که هوش درون فردی خیلی بالاتری دارن، میتونیم بگیم که به نوعی درونگرا هستن و برعکس افرادی که هوش برون فردی دارن، بیشتر دوست دارن که توی تنهایی و خلوت خودشون باشن تا با دیگران در ارتباط باشن. یعنی اگر مشکل و مسئله براشون پیش بیاد، ترجیح میدن که خودشون تو تنهایی خودشون بهش فکر بکنن و یک راه حل براش پیدا بکنن. اونها توی شناخت احساساتشون خیلی قوی هستن، یعنی میدونن که چه چیزی رو دوست دارن و چه چیزی رو دوست ندارن، یعنی به نوعی از همون دوران کودکی به خودشناسی میرسن. اما خب توی بیان کردنش خیلی راحت نیستن و خیلی دوست ندارن که احساساتشون رو با دیگران به اشتراک بذارن. این افراد از همون سنین پایین وقتی یه مسئله براشون پیش میاد، تمام تمرکزشون و فکرشون مشغول اون مسئله میشه و سعی میکنن که براش یک راه حلی پیدا بکنن که توی بزرگسالی هم به همین شکل هستن و اگر به یک هنر یا یک حرفه‌ای علاقه‌مند باشن، غالب اوقات بعد از اینکه اون مسئله توی تنهایی خودشون فکر کردن، بعدش یک اثر خارق‌العاده‌ای رو خلق میکنن. یعنی میتونیم بگیم که این افراد از تنهایی خودشون خیلی لذت میبرن و برعکس بچه‌ها و افرادی که هوش برون فردی قوی تری دارن، لذتشون وابسته به با دیگران بودن نیستش و میتونن برای ساعتها خودشون رو سرگرم بکنن با بازی‌های متفاوت، با نقاشی کردن، با کتاب خوندن، با انیمیشن و فیلم دیدن. و اینکه از همون سنین پایین، خصوصا سنین نوجوانی، خیلی دوست دارن که خاطراتشون رو توی دفترچه خاطراتشون بنویسن، خیلی دوست دارن که کلکسیون چیزهای مختلف رو جمع کنن که من خودم نمونه از این جور افراد هستم. زمانی که نوجوان بودم یک کلکسیونی داشتم از کارت پستال‌های متفاوت. بعد توی سن 20 خورده سالگی یک مجموعه‌ای از پاک‌کن‌ها رو جمع‌آوری کردم و الان هم که یک مجموعه‌ای دارم از سنگ‌های مختلف که این سنگ‌ها برای من خیلی ارزشمنده، چون هر کدوم نشون دهنده جاییه که سفر رفتم، جایی که برام خیلی مهم بوده. و کلکسیون پیکسل ها که توی دوره راه هنرمند براتون توضیح دادم که چرا این پیکسل ها رو جمع آوری میکنن. از اونجایی که این بچه ها خیلی روی مسائل مختلف فکر میکنن و سعی میکنن که اونها رو تجزیه و تحلیل بکنن، کلاس های فلسفه برای کودکان و تفکر خلاق خیلی میتونه براشون مفید باشه. فعالیت‌های مختلفی که میتونید با این بچه‌ها انجام بدین، یکیش این که همونطور که گفتم اونا خیلی دوست دارن چیزهای ریز و کوچیک که شاید از نظر شما بی ارزش باشه رو جمع‌آوری کنن، اما برای اونها خیلی مهمه و خیلی خاطره انگیزه. پس اگر این کارو کردن، یه وقت بهشون نگین که اینا چیه جمع کردی، این آتش‌خالا چیه. اتفاقا خیلی احترام بذارین به این کاری که دارن انجام میدن و نظرشون رو بپرسین که چرا این رو جمع‌آوری کردن و چه خاطره‌ای رو براشون با یادآوری میکنه. این قضیه کمک میکنه که بتونن احساساتشون رو، نظراتشون رو و افکارشون رو راحت‌تر بیان کنن. و گفتم که این بچه‌ها خیلی شناخت خوبی روی احساسات خودشون دارن و برای که شما این مهارت رو قوی‌تر بکنین، بعد بیاین روی تکنیک‌های شناخت احساسات کار بکنین. فراموش نکنین که این بچه‌ها اگر درست هدایت بشن، میتونن به فیلسوف‌ها، عارف‌ها، روانشناس‌ها، کارآفرین‌ها، شاعرها و نویسنده‌های خیلی موفقی تبدیل بشن.